بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی که پیشتر گفته گذاشتم خواهران عزیز، این اولین درسی ما همراه شما بعد از زیاد شدن تعداد خواهران در گروه ها هست که ما درسی هم عقیده هم حدیث رو یک جایه کردیم. از کتاب صحیح بخاری، از کتاب ایمان شروع کردیم. درباره ایمان بخاری خیلی که کمی خواهر معلومات دادن. خواهران عزیز، هر یک که ما و شما باید با ایمان بخاری فخر کنیم، برای اینکه هم زبان ما هستن، هم وطن ما هستن. آره، بخارای سمرقند و تاجیکستان اینها همش یک کشور بود، یک کشوری ماوراء النهر بود که مایان همه یک جای بودیم، تا اینکه دیگر این کمونیست های کفار اومدند و ما را از همدیگر جدا کردند و تماما پاره پاره شده. امام بخاری تولدشان بخارا هست و سال 194 هجری تولد شدگی هستند. اگر امام بخاری سال 194 هجری تولد شده باشند خواهران عزیز، یعنی تقریبا بعد از 180 سال پیامبر وفات کردن امام بخاری می آیند. برای همین نگاه کنید، امام بخاری خیلی به عصر پیامبر نزدیک هستند. آره، و با شاگردان صحابه ها هم نشستگی هستند. بعد از این امام بخاری سال 194 اگر به دنیا آمده باشند، سال 256 هجری وفات میکنند. و عجیبش این است که خواهران عزیز، انشاءالله من دربارهشون باز یکان صحبتی کمی مفصلتر میکنم، اما کوتاهک این عالم زن گرفتگی نیستند، فرزند هم ندارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام عمرشان اگر 61 62 سال عمر دیده باشند، تمام عمرشان فقط از این کشور به این کشور، در آن وقت که نه هواپیما بود و نه قطاره بود و نه ماشین بود، پیاده و سواره با اسب و با شتر و با خر، همیشه از پی حدیث بودن. میشنیدن که مثلا در جزایر نزدیکی اسپانیا هست، آره، در اونجا یک عالمی هست، سفر میکردن، میشنیدن که در مصر، میشنیدن که در بغداد، در عراق، در مکه، در مدینه، یعنی تمام عمرشان را صرف کردن تا اینکه برای ما همین گنجینه که صحیح بخاری هست و با اتفاق تمام علمای اهل سنت و جماعت صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم است. صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم می استد که یکم جا گفتیم اگر کلام الله باشد، دویم حدیث های پیامبر. در حدیث های پیامبر اولا همین کتاب صحیح بخاری، بعد از این صحیح مسلم و دیگر کتاب های سنن می استد. یعنی ما امروز از کتاب همین عالم امام بخاری رحمت الله علیه که دیگر گفتیم هم زبان و هم وطن ما هستند، که خیلی تاسف میخورم برای هر یک مسلمانی که میگوید من مسلمان هستم اما فکر هم نمیکند که یک بار دست به صحیح بخاری زنم. صحیح بخاری ترجمه هایش با روسی هست، با فارسی هست، درس هایش هست، اما پروای ندارد و این عالم و این عالم، لیکن حدیث های پیامبر که اینجا جمع است و این دست نمیزند. ما الله نصیب کرده باشد از همین درس عقیده را از کتاب صحیح بخاری میخوانیم، از کتاب ایمان که تمام حدیث هایی که در باب عقیده امام بخاری آوردن ما به اذن الله همراه شما خواهران گفته میگذاریم و میبینید که چقدر مسئله هایی که امروز بعضی ها با همدیگر زنازنی کشاکشی دارن که تو حق هستی تو باطل هستی، اگر به احادیث پیامبر نگاه کنیم مسئله ها خیلی آسان تر است و می شود اتفاق شد، می شود همدیگر رو فهمید و همدیگر رو درک کرد که کی در کدام مسئله خطاگی میکند. شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام بخاری کتاب ایمان گفته شروع میکنند و یکم باب قول النبی بنی الاسلام علی خمس. و امام بخاری خواهران عزیز باب ایمان را با قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که اسلام بنیاد هست با 5 چیز، یعنی مسلمانی با 5 چیز بنیاد است، شروع میکنند. و حدیث رو همه میدونید که پیامبر میگویند شهادت ان لا اله الا الله و اقامت الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم رمضان. آره، با شهادت دادن که الله یگانه است، نماز خواندن، زکات دادن، حج کردن و روزه گرفتن، جایش را اگر آمیخته کرده باشم، این بنیاد اسلام است. اسلام با همین 5 چیز بنیاد است. یکیش از بین رفته، یکیش رو انکار کرده، دیگر مسلمانی وجود ندارد، چون که تو یکی از رکنها رو ویران کرده که دربارش انشالله می آید. اکنون خواهران عزیز نگاه کنید، کتاب ایمان اساساً در کتاب های پیشتره کتاب ایمان گفته، ما امروز عقیده توحید میگویم که زیاد کتاب ها را ایمان گفته شروع میکنن. کتاب ایمان، ایمانی فلان عالم مثلا، یعنی کتاب عقیده فلان عالم. اینجا امام بخاری میگوین و هو قول و فعل و یزید و ینقص،
بدانید که ایمان گفتن و عمل کردن است و زیاد می شود و کم می شود. یعنی امام بخاری چی میگویند؟ بدانید که ایمان انسان وقتی ما میگویم من ایمان دارم فقط با گفتن نه، با گفتن و عمل کردن تو باید ایمانت رو چیکار کنی؟ ثابت کنی. و عمل کردن رو در دوامش در شرح باب‌های امام بخاری ابن حجر میگویند عمل‌های ما دو خیل است خواهرها. عمل‌هایی که با قلبمون عمل میکنیم، آره، با دلمون فکر میکنیم، با دلمون یگان چیز رو از حد زیاد دوست میداریم، با قلبمون سخت به یگان چیز باور میکنیم، خیلی خیلی باور میکنیم با قلبمون. یعنی کارهای دل و کارهای دست و پا رو هم چی میگن؟ این ایمان است. برای همین در نزد بقیه علما فقط قول و فعل رو وسیع‌تر میکنن، میگن ایمان یعنی ایماندار بودن انسان گفتن به زبان و تصدیق کردن با قلب و عمل کردن با جسم و بدن هست. یعنی با همین سه چیز انسان ایمانداری خود را اثبات میکند، فقط با گفتن نمیشود. فقط الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله ما مسلمانیم نمیشود. برای چی؟ برای اینکه ایمان فقط گفتن نیست. در نزد اهل سنت و جماعت ایمان فقط گفتن نیست، ایمان گفتن و عمل کردن است. عملهای قلبی که این تصدیق است و عملهای با دست و پا و دیگر با جوارح یا جسم خود. اکنون نگاه کنید به همین چیز خواهران عزیز. زیادی نفرانی که در تاجیکستان ما، در جامعه ما یا زیاد در جامعه های مسلمانی فقط با لا اله الا الله کفایه کردن میگن نماز نمیخونند. الحمدلله اگر گفتی که آخر تو با این نماز نخوندن چه خیلی مسلمانیت رو اثبات میکنی، میگد الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله من مسلمانم. آیا پیامبر آمدند و فقط گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله گفتید کافی است دیگر چیکار خواهید کنید؟ این تهمت زدن به پیامبر، تهمت زدن به دین اسلام نیست. وقتی میگید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، همین که تمام نه زکات دارد، نه روزه دارد، نه نماز دارد، نه سطر دارد، از حرام خوری ها به همه شکل و انواعش دست زده است، باز میگد الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله کافی است. کافی نیست، کافی نیست هرگز. چرا؟ پیامبر گفتن اسلام با 5 چیز است. یکمش اگر گفتن که شروع شود، دویمش نماز و زکات و حج و روزه رو آوردن. فقط اسلام با گفتن میبود. پیامبر میگفتن با اشهد ان لا اله الا الله شما مسلمان شده، تمام چیکار خواهید کنید؟ نه، نماز خوانی و روزه داری و زکات و حج و اینها رو هم آوردن که اسلام فقط گفتن عمل کردن هم هست. و امام بخاری هم با همین شروع میکنند که ایمان این گفتن و عمل کردن، عملهای قلبی و عملهای جسمی گفتن. در دوامش نگاه کنید یزید و ینقص، و ایمان انسان زیاد می شود و کم می شود. و امام بخاری برای آن که ایمان انسان زیاد می شود و کم می شود برای ما اثبات کنند، یک چند آیت می آورند اینجا، یک چند آیت می آورند و اسلوبشان در کتابشان همین خیلی است. یگان گپ را می گویند، بعد از این دلیل از آیت می آورند، دلیل از حدیث پیامبر را می گویند، بعداً بعضی گپ های یا سخن های صحابه ها را می گویند. و امام بخاری می گویند و یزید و ینقص، و ایمان انسان زیاد می شود و کم می شود. در دوامش آیت الله را می آورند، آیت سوره فتح را، لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا که ایمان آنها بالای ایمانشان بیفزاید. یعنی الله در این آیت گفته ایستاده است که تا که ایمان شما بالای شما بیفزاید. در دوامش وزدناهم هدی، و ایمان آنها را، هدایت به معنای ایمان، هدایت آنها را، ایمان آنها را ما زیاد کردیم. و باز در سوره مریم میگه و یزید الله الذین اهتدوا هدی، و الله آنهایی که هدایت یافتن هدایت آنها را می افزاید. یعنی هدایت همون ایمان است. باز میگه والذین اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقواهم، آنهایی که هدایت یافتن الله بر هدایت آنها می افزاید و آتاهم تقواهم، و به آنها تقوا نصیب میکند. یعنی به آیات ها نگاه کرده ایستادید که الله همیشه میگوید تو به هدایت قدم نها، هدایت تو را الله زیاد میکند. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، باز الله در سوره مدثر میگوید و
ایمان آنهایی که ایمان آوردن زیادتر می شود با دیدن معجزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم، با آمدن فتح و کشایش، یعنی ایمان مسلمان ها زیاد می شود. در سوره توبه ایکم زادته هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، یعنی وقتی سوره های قرآن کریم می آید منافقین ایمانشون زیاد هم نمی شود و مسخره می کردن که کدامی تو ایمانت زیاد شد. اما الله میگه اما آنهایی که ایمان دارند وقتی آیت های الله، سوره های الله نازل شدن میگیرد، ایمان آنها زیاد شدن میگیرد. فخشوهم فزادهم ایمانا، و آنها از الله میترسند و ایمان آنها زیاد می شود. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و ایمان و تسلیم آنها به الله زیاد می شود. و همین گونه چند آیت رو نگاه کنید امام بخاری می آورند که انسان ایمانش زیاد می شود است و کم می شود. اینجا عزیزان از اول در بعض کتاب های ابو حنیفه رحمت الله علیه هم هست که انسان ایمانش زیاد و کم نمی شود. میگن تو یک چیز رو دیدی و باور کردی، باوری تو کم نباید شود. اگر کم شد شک و شبهه می درآید، به ایمانت خلل دارد. اما سخن بعضی از علما هست، اگر به این آیت ها نگاه کنیم که این قولی میگن اکثریت یا جمهور علمای اهل سنت و جماعت است، انسان ایمانش زیاد می شود. برای چی؟ در حقیقت در آیت ها اولا دیده ایستاده اید، در آیت ها دیده ایستاده اید که الله میگوید ما بالای ایمان آنها رو زیاد کردیم. باز الان به احادیث های پیامبر نگاه میکنیم که حدیث در ترمذی است، یک پارش رو آوردگی هستن اینجا، والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به خاطر الله یکدیگر را دوست داشتن، به خاطر الله یکدیگر را بد دیدن. یعنی تو یک نفر رو دوستش میداری به خاطر پولش نه، به خاطر اینکه خیش و تبار تو نه، به خاطر این نه که او به تو کمک های مالی کرد، دستگیری، نه، به خاطر اون که در این انسان دیدی که این انسان از الله میترسد، برای رضایت الله کوشش میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی شما یک نفر رو نه به خاطر پولش، نه به خاطر خیش شما بودن، نه به خاطر دستگیریش که شما رو دستگیری کرد، نه، به خاطر الله که این انسان برای رضایت الله حرکت دارد دوست داشته، این از ایمان شما است. این از ایمان شما است. و والبغض لله، بدبینی به خاطر الله. دوستی نزدیکت هست اما میبینی که بر علا با دین الله بازی میکند، میگویی اگر چی سالها با من دوستی دارد من این را بدش میبینم، برای آنکه این احترام الله، احترام شریعت الله را هرگز رعایت نمیکند. مادرت هست، پدرت هست، خواهرت هست، برادرت هست، انسانی هست که به تو کمک های پولی کرد، اما میدانی که از این که دشمنی با شریعت دارد یا این که گفته های الله را انجام ندادن، الکه این خواهران عزیز بی حرمتی است، بی تقواگی است، نترسیدن از الله است. میگوی هر کی هم باشی، هر چی کمک هم که کرده باشی، برایت الله هدایت دهد، اما من تو را به خاطر اینکه به این گناه ها دست میزنی دوستت نمیدارم. انا این را پیامبر میگن از ایمان است. یعنی دوست داشتن و بد دیدن یک نفر که زیاد و کم می شود، چی از ایمان انسان هم زیاد و کم می شود. و در دوامش و کتب عمر بن عبدالعزیز الى عدی بن عدی ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا فمن استکملها استکمل الایمان و من لم یستکملها لم یستکمل الایمان فان اعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها و این اموت فما انا على صحبتكم بحریص. عبدالله عمر ابن عبدالعزیز، خواهران عزیز، عمر ابن عبدالعزیز هم قصهشون خیلی زیبای و عجیب است، ولی درس عقیده که هست نمیخوام با شما قصه ها کتی تمام کنم. عمر ابن عبدالعزیز رو از خلفای پنجم هم میگویند، خلفای راشد هستند که وقتی که آمدن دیگر عدل و علم و تماما انصاف همه جا را فرا گرفته بود. عمر ابن عبدالعزیز هم خودشون تابعین هم هستن، یعنی از علمای مشهور ما هستن اما خیلی عمر کوتاه دیدگی هستن، خلیفه هم بودن. عمر ابن عبدالعزیز به یکی از کارگرانشان در وقت خلیفه بودنشان همین این چنین می نویسن: این للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا. بدون که ایمان فرضها دارد، یعنی ایمان فقط گفتن که تمام نمی شود. در داخل ایمان
فریضه هایی هست که تو باید انجام دهی، مثل نماز و روزه و زکات و حج و اینها. و شرایع و قانون های خودش را دارد، مسئله های اعتقادی، ایمان آوردن به الله و به پیامبران به روز قیامت، و حدودن. و در داخل ایمان حد و حدود است. بعض گناه های هست که جزایش را باید مسلمان ها در دنیا، اگر شریعت یعنی قانون اسلامی باشد و دولت از روی اسلام عمل کند، باید جزای بعضی از گناه ها حدودش را باید داده شود، مثل دست بریدن دزد و دیگر. و سننن، و این چنین بعض عملهای سنن ثواب دارد، کرده ثواب میگیری. از سخن عمر ابن عبدالعزیز معنیش چی است؟ که ایمان فقط گفتن نه، فقط من الله به شکر من به جنت باور دارم، به قیامت باور نمی شود، باید عمل هم داشته باشه. در دوامش میگویند فمن استکملها استکمل الایمان. هر کسی که این عمل هایی که در شریعت هست، حکم ها، حقوق هایی که در شریعت هست کاملا انجام داد، ایمان او کامل شد. و من لم یستکملها لم یستکمل الایمان. کسی که این کارها رو کامل نکرد، ایمان او هم کامل نیست. اما در دوامش میگن اگر الله به من عمر دهد، یعنی اگر من زنده بمانم، برای شما شاخه های این ایمان رو میفهمونم. اما اگر یکی من از دنیا رفتم، بدانید که من آنقدر اشتیاقمند صحبت کردن یا زندگی با شما ندارم. گویا یک خلیفه، خواهران عزیز، یک نفری که گفتیم پادشاهی مسلمان ها هست، در سن 36 سالگی خطا نکنم وفات کردگی هستند. گفته ایستادن که اگر زنده باشم من به شما میفهمونم، برای اینکه خودشان عالم بودن. اما یکی من وفات کردم هم در همین سن سال، بدانید که من هرگز برای در دنیا زیاد زندگی کردن اشتیاق ندارم. یعنی من به مرگ خود هر لحظه آماده هستم که این سبیل اهل اصلاح و سبیل انسان‌های تقوادار است که آنها از مرگ هم نمی ترسن و برای در دنیا همیشه بودن هم اشتیاق ندارن. اکنون در دوامش نگاه کنید. امام بخاری آیت ها را آوردن، بعد از این به ما حدیث پیامبر را گفتند، بعد از این سخنی بعضی تابعین و صحابه ها را گفته ایستادن. در دوامش میگویند و قال ابراهیم ولکن لیطمئن قلبی. در سوره بقره حضرت ابراهیم به الله چی میگویند؟ رب ارینی کیف تحیی الموت. نگاه کنید، ابراهیم خلیل، درباره ابراهیم خلیل هم میدونید البته، ابراهیم خلیل پیامبر هستند. آره، به الله میگویند که به من نشان بده که تو چگونه مرده رو زنده میکنی. نگاه کنید، پیامبر به الله چون میگه، الله میگه اولا تؤمن بود خطا نکنم، مگر تو ایمان نداری؟ ابراهیم میگن ولکن لیطمئن قلبی. نه من ایمان دارم، فقط میخواهم ایمانم باز زیادتر شود، قلبم آرامتر شود. در تفسیرش بعضی علما میگن یعنی ایمان من زیادتر شود، تصدیقم بیافزاید. و الله نشان میدهد که چگونه پرنده هایی که پاره شدن یک جا جمع میکند و پرنده های مرده را پاره شده را زنده میکند. انشاءالله در سوره بقره به نزدیکی به تفسیر همین آیت می آیم. اکنون نگاه کنید، وقتی حضرت ابراهیم گفتن ارینی کیف تحیی الموت، به من چگونه مرده را زنده میکنی نشان بده تا قلبم مطمئن شود، یعنی تا که ایمانی بودم بیافزاید. پس ایمان انسان با دیدن زیاد از معجزه ها، یعنی انسان همین گونه خلق شده از خواهران عزیز که ما بسیار چیز رو بعد از دیدن باوریمون زیاد می شود. آره، برای همین ایمان صحابگان پیامبر اصلا مثل ایمان ما نیست. ایمان آنها به درجهش بالا است، برای اینکه آنها اگر ما شنیدیم و خوانده ایستادیم به چشم خود می دیدن معجزه های پیامبر رو، خود پیامبر رو. در دوامش سخن معاذ بن جبل رو می آورند اجلس بینا نؤمن ساعه. معاذ بن جبل صحابه جلیل به بعضی صحابه ها میگفتند بیاید یک کم بشینیم تا ایمانمون زیاد شود. یعنی نگاه کنید، صحابه ها با همدیگر می نشستند که ایمانم، میگفتند بیا از الله و رسول گوییم، بیا ذکر کنیم کمی ایمانمون زیاد شود. یعنی مجلس های علم، صحبت ها با نفرانی که اهل علم هستند، اهل تقوا هستند، در حقیقت ایمان انسان رو زیاد میکند. و چقدر ما مشتاق همین گونه صحبت ها هستیم که سبحان الله اینقدر امروز صحبت ها هست در ایمای و در یوتیوب و چت و چند جا، صحبت هایی که داخل شوی در حقیقت ایمانت زیاد شود. بعد از آنجا خارج شدن عبادت هایت دیگر شود، نمازت دیگر شود، فکرت درباره پروردگارت دیگر شود، چشمی تو دیدی تو درباره دنیا دیگر شود. خیلی کم است، همین خیلی نه.
یعنی صحبت ها زیادن، صحبت های ایمانی. چه خیلی که معاذ ابن جبل گفتن نؤمن ساعه ایمانمون زیاد شود کم است. اساسا صحبت ها یا اختلاف زیاد یا بدبینی یا چیزهایی که خارج میشویم و ندامت میکشیم که چند ساعت وقتم همین گونه رفت. اما صحابه ها با آن که مبشر بالجنه اکثریتشون پیامبر گفتگی هستند که شما در فلان فلان جنگ ها با من اشتراک کرده، شما اهل جنت هستید، من انتظار شما در نزد حوض کوثر هستم، باز به یکدیگر میگفتن بیاید کمی با هم بنشینیم ایمانمون زیاد شود، ایمانمون زیاد شود. و در دوامش وقال ابن مسعود هم صحابی هستند خواهران عزیز، الیقین و الایمان کله، یقین کل ایمان است، یعنی یقین کردن به الله بدون هیچ شک به الله. وقتی شما یقین دارید این کل ایمان است. و ابن عمر میگویند لا یبلغ العبد حقیقت التقوى حتی یدع ما حاک فی الصدر. عبدالله ابن عمر ابن خطاب یعنی پسر عمر ابن خطاب میگویند شما به حقیقت تقواداری نمیرسید تا اینکه هر چیزی که در قلبتان شک و شبهه آورد آن را ترک نکنید. یعنی انسان زمان تقوای کامل را صاحب می شود که به خاطر شبهه داشتنش که مبادای همین چیز حرام نباشد حتی به حلال دست نمیزند، حتی به حلال دست نمیزند. یعنی هر چیزی که شبهه داری به خاطر اینکه یکی حلال می نماید اما حرام نباشد میگوید نه شبهه دارد من دست نمیزنم. انا این را میگویند این حقیقت تقوا هست. و در دوامش مجاهد میگویند شرع لکم، یعنی برای شما دین را شریعت را شرع کرد، دین کرد پروردگار، منهج ساخت، راه روش کرد برای شما. و ایک دینا واحدا شرعتا و منهج، سخن عبدالله ابن عباس است که سبیلا و سنتا، الله برای شما راه را، شریعت را، دین برای شما راهنمایی کرد که در آن چی هست شما با راه الله، با دین الله باید بروید و زندگی کنید. و همین بود خواهران عزیز یکمین بابی کتاب صحیح بخاری درباره ایمان. و اینجا درباره زیاد شدن ایمان و کم شدن ایمان صحبت کردن و این چنین به ما از آیات، از احادیث، از سخن صحابگان دلیل آوردن که ایمان انسان زیاد می شود و کم می شود. و این چنین ایمان فقط به گفتن نه، ایمان باید با کردن، با تصدیق کردن با قلب انجام شود. اکنون بعضی نفرانی که میگن نه ایمان زیاد نمی شود یا کم نمی شود، به معنای این است که ایمان چه هست؟ تصدیق است. تو یک چیز رو دیدی باور کردی، باوریت کم نمی شود. ولی در حقیقت اگر از روی عقل نگاه کنیم باوریمون کم می شود. یک کس رو ندیدی فراموش کرده می روی، همین خیلی نه؟ اما یک نفر رو هر روز دیدی، هر روز همراهی اون نشستی، تو تماما درباره و یگون شک و شبهه نداری، در حقیقت ایمانت زیاد شد. اکنون کلمه ایمان رو خواهران عزیز این رو هم گویم، من به شما ایمان دارم میگویند بعضی ها، هم خیلی نه؟ برای اون که در لغت عربی معنای ایمان باوری کامل است. من به تو ایمان دارم فقط در زبان عربی معنیش باوری کامل دارم است. اما در شریعت وقتی همچون یک کلمه اسلامی نگاه کنیم، ایمان گفتن و تصدیق کردن با قلب و عمل کردن است. فقط عمل رو کردی ایمان نداری هیچ فایده ای ندارد. برعکس این الحمدلله مسلمانم شکر پروردگار گفته و یگان عمل در تو دیده نمی شود، نه خودت رو فریب کن نه پروردگار رو. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط گوید نه و تا گفتن و تا کردن همه این رو به ما هم خودشون کردند و هم راهنمایی کردن که الله نصیب کرده باشد در دیگر درس ها بعد از این باز همین گونه درس عقیده را دوام میدیم. حاضر یگان سوال داشته باشید بفرمایید.